امیدوارم حال همگی خوب باشه. سلام دکتر فاطمه. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. همگی خوبم؟ وعلیکم السلام و رحمت الله دکتر فاطمه. السلام عليكم دكتور فاطمة. السلام عليكم دکتر فاطمه. سلام دکتر فاطمه. سلام به همگی. خب دوستان امروز چند شنبه است؟ امروز چه روزیه؟ امروز چند شنبه است؟ امروز سه شنبه. سه شنبه است، درسته؟ امروز سه شنبه 31 مرداد سال 1402 به تاریخ شمسی هست و 22 اوت 2023 به تاریخ میلادی، درسته؟ خب آقای علیقنبر تاریخ میلادی یادتون نبود؟ آره دکتر ببخشید میگم تاریخ میلادی یادتون نبود؟ 22 اوت هست دیگه، درسته؟ با تاریخ میلادی امروز 2023. خب اول روزو میگن، بعد ماهو میگن، بعد سالو میگن. خب خانم رسول امروز هیچ نمیدانم. دومه دیگه، درسته؟ 22 اوت. بله دکتر. 22 اوت درسته؟ 22 خانم، 22 امروز 22. بله 22 درست آقای حسین زاهد. امروز 22 اوت هست و 5 صفر 1445 به تاریخ قمری، درسته؟ بس العفو فهمني علي استاذ علي مدى. خب داشتیم تاریخ رو میگفتیم خانم رسول. تاریخ تقول ماكش بس شو اسمه تاريخ، تحكي عن التاريخ اليوم ايش قد بالشهر مثلا، وجاي تحكي عن التاريخ الشمسي اللي التاريخ الشمسي اللي هو النظام التقويم الإيراني يختلف من عندنا. اقول لك عليه هم التاريخ ضمن المحاضرة تاريخ تهمنا الدرس ولا خانم رسول؟ تقويم شنيدين؟ تقويم هو عندنا اكو تقويم ميلادي اللي احنا اكثر شيء نستخدمه، اكو تقويم الهجري اللي هو 1445 44 ما اعرف بالضبط، واكو التقويم الشمسي اللي هو هسه 1402. ما نستخدمه هنا بالعراق يعني هواي. لا احنا ما نستخدمه. شما میلادی استفاده میکنید خانم رسول. ببینید شما الان در عراق با تقویم میلادی کار میکنید، تقویم میلادی استفاده میکنید، مشکلی هم نیست. ما در ایران تاریخ شمسی استفاده میکنیم، تقویم شمسی استفاده میکنیم و در عراق برای مناسبت‌های مذهبی از تقویم قمری استفاده میکنن، درسته؟ اوکی درست. خب سلامت باشید. و اما درس امروز درس خانه. خب دوستان کی میتونه خانه رو در یک جمله برای ما تعریف کنه؟ آقای علیقنبر خانه یعنی البيت، منزل. ترجمه عربی نکه. خانه یعنی احساس شما نسبت به خانه، احساس شما. خب خانه یعنی آرامش، هدوء. خانه یعنی چی آقای حسین زاهد؟ خانه یعنی منزل هو امان. غرفه. امان. خانه یعنی محل آرامش. خانه یعنی مثلا خانه برای زندگی، خانواده. بله خانه یعنی سرپناه، کهف، سرپناه، پناهگاه دیگه. خانم رسول خانه یعنی سرپناه یعنی چیه؟
سرپناه یعنی کهف آقای حسین زاهد. کهف بله. قبو يعني قبو بالعربي. کهف. بله. خانه برای هر کس معنای متفاوتی داره. خانه برای هر کس متفاوت، فرق میکنه تعریف خانه. خب درست تمام. بله آقای علیقنبر، مثلا شما گفتید چی؟ خانه یعنی مسکن، محل تسکین. بله، خانه یعنی محل تسکین، محل آرامش، محل محبت و خیلی از تعریف‌های دیگه. مكان يعني أي مكان مثل نماز خانة، أسباب خانة. بله، محل یعنی مکان. بله محل فامیلی. بله. برای هر کس در سراسر دنیا، کل العالم، در همه دنیا، همه چی میگن، تعریف مشخصی از خانه دارن برای خودشون. البته خب بگذاریم بریم داخل خانه. خب کلمات درس خانه یا منزل. خب بریم بشنویم. درس ششم، خانه، صفحه 42. واژه‌ها. واژه‌های زیر را بشنوید و تکرار کنید. آشپزخانه، حمام، اتاق خواب، راه پله، اتاق پذیرایی، هال، دیوار، پارکینگ، حیاط، باغچه، دستشویی، پنجره. خب آشپزخانه معمولا محل پختن غذا، محل طبخ غذا، مکان طبخ غذا، مطبخ میگید. حمام، اتاق خواب، غرفت النوم. راه پله، راه پله رو چی میگید؟ مدرج؟ درج. خب درج. اتاق پذیرایی یا هال، غرفت الضیوف. دیوار، خب که حائل هست دیگه. دیوار، جدار. دكتورة بس غرفة الضيوف نادي اتاقنا. اتاق پذیرایی گناه اتاقه. تمام. گناه اتاق سیدیس مسافر اتاقه. بله. آفرین. پارکینگ مشخصه، یک کلمه انگلیسی هست. حیاط، گاراژ یعنی. گاراژ. بله. عفوا دي حياط. آره توی فارسی دیوار. بله توی فارسی میگن گاراژ، توی لهجه عراقی هم میگن گاراژ. درسته؟ بله. حیاط خب مشخصه، حیاط. باغچه، حياط يعني شارع، حديقة. حیاط نه، شارع نه. لا يعني مثل صحن خانه رو میگن حیاط. طارمة يعني برا. تمام. باغچه، حدیقه، باغ کوچک دیگه. باغچه. دستشویی یا توالت. پنجره، نافذه و تمام دیگه اینها. خب خانم حال اتاق بزیاری. پذیرایی 4 مقطع هست آقای حسین زاهد. پذیرایی. اوکی. بله. ببینید شما میگید که من از مهمانها پذیرایی میکنم.
من از مهمان ها پذیرایی میکنم. خب پذیرایی کردن، پذیرایی، اتاق پذیرایی، محل استقبال از مهمان. آقای حسین ظاهر. بله خانم. خب عفوا دکتوره، پذیرایی یعنی شنو معناها؟ معناها یعنی تیبل، طاوله، یعنی پذیرایی؟ پذیرایی ببینید و شما میگید غرفت و ضیوف، درسته خانم دالیا؟ تمام. اتاق مهمان میگید شما، ما میگیم اتاق پذیرایی. مهمان اسم هست، پذیرایی مصدر هست. پذیرایی کردن از مهمان. اسم عمل رو ما میگیم، شما اسم مهمان رو میگید. خب بریم سراغ قسمت شنیدن. دوستان عزیز با دقت گوش کنید لطفاً. اسم هر قسمت رو که میشنوید به ما بگید. اوکی؟ خب بشنویم گفتگوی اول. صفحه 42. شنیدن. الف، گفتگوها را بشنوید. بخش اول. اتاق خواب شما بزرگه؟ نه، اتاق خوابم کوچیکه اما یه پنجره بزرگ داره. خب اسم چی رو شنیدید؟ پنجره. اتاق خواب، پنجره یا پنجره، درسته. خب همه دوستان جواب بدن لطفاً. بریم گفتگوی دو. بخش دوم. خونه شما کوچیکه؟ آره، پذیراییش خیلی کوچیکه. آشپزخونه‌اش چطور؟ نه، آشپزخونه‌اش بزرگه، کوچیک نیست. خب اسم چه قسمت هایی رو شنیدید؟ آشپزخونه و دوستان پذیرایی دیگه، پذیرایی، درسته؟ آشپزخانه، پذیرایی. خب لطفاً با دقت گوش کنید. بریم گفتگوی 3. ما یه حیاط بزرگ داریم. باغچه چطور؟ حیاطتون باغچه هم داره؟ آره، یه باغچه خیلی بزرگ داره. خب چی شنیدید؟ حیاط و باغچه. باغچه. حیاط و باغچه، درسته. خب بریم گفتگوی 4. بخش 4. اتاق خواب شما کجاست؟ اتاق خواب من بالای راه پله هست. خب اتاق خواب راه پله. راه پله، احسن. اتاق خواب راه پله، درسته. و اما گفتگوی 5. بخش 5. دستشویی شما توی حیاته؟ آره، توی حیاته. حموم چطور؟ حموم میتونم توی حیاته؟ نه، حموممون توی حیاط نیست، توی اتاق خوابه. خب اسم 4 قسمت رو شنیدید، بگید. حیاط، دستشویی، اتاق خواب، حمام، درسته؟ حیاط، دستشویی، اتاق خواب، حمام. دستشویی نه دکتورا معناش توالت. تمام. ما میگیم سرویس بهداشتی خانم مروه. توی زبان فارسی الان دیگه نمیگن توالت، میگن سرویس بهداشتی. سرویسی بهداشت،
سلامتی دیگه. بهداشت. بهداشت. خب الان می نویسم. بریم 6 رو بشنویم. بخش 6. خونه شما چند تا اتاق خواب داره؟ 5 تا. 5 تا؟ راست میگی؟ آره. 2 تا اتاق خواب طبقه بالا، 3 تا اتاق خواب هم طبقه پایین. ببخشید، پدر شما چه کاره است؟ پدرم مهندسه. خب چی شنیدید؟ اتاق خواب. آفرین، فقط اتاق خواب. 5 تا اتاق خواب دارن. گفت بعد چه زیاد، مگه پدر شما چی کاره است؟ گفت مهندسه. درسته؟ بله تعجب کرد. خب قسمت های دوستان ببینید، قسمت یا بخش، اینها رو میگن قسمت های مختلف خانه یا بخش های مختلف خانه. قسمت یا بخش. خب مثلا آشپزخانه، اتاق خواب، پذیرایی، راه پله، دستشویی، باغچه، پنجره. پنجره که نه، قسمت نیست. حمام، حیاط. اینها شد قسمت ها یا بخش ها. پس سوال اینه، اگه من از شما بپرسم خانه شما چه قسمت هایی دارن، خانم دالیا شما باید چی جواب بدید؟ جواب خانم دالیا؟ خب آشپزخانه، پذیرایی، آفرین. آشپزخانه، پذیرایی، اتاق خواب، سرویس بهداشتی، یعنی مثلا دستشویی و حمام. سرویس بهداشتی. دیگه چی داره؟ مثلا تراس داره خانم دالیا؟ خب مثلا راه پله داره یا یک طبقه هست؟ راه پله. بله. پارکینگ. درسته؟ پارکینگ. نه. پس قسمت های مختلف خانه اینها هستن. الان بریم وسایل هر قسمت. جهاز، وسایل. خب اینو من واژه ها رو بشنوید. دوباره گفتگوها را بشنوید و جدول را کامل کنید. صفحه 43. واژه ها را بشنوید و تکرار کنید. آشپزخانه، یخچال، مایکروویو، اجاق گاز، کابینت، ظرفشویی، میز، صندلی، ماشین لباسشویی، اتاق خواب، کولر، بخاری، ساعت، تخت، کمد، اتاق پذیرایی، تلویزیون، تلفن، فرش، قالی، مبل، پرده، دستشویی، آینه، حوله، روشویی، توالت، دوش،
صفحه 43. کار گروهی. با یکدیگر گفتگو کنید. یخچال کجاست؟ یخچال تو آشپزخونه است. کمد کجاست؟ کمد تو اتاق خوابه. حوله کجاست؟ خب دوستان حوله کجاست؟ تو همون حوله دستشویی توی روشوییه. درسته؟ توی بله دیگه. حمام هم میتونیم بگیم چون حوله در حمام هم هست. خب دوستان عزیز فرش کجاست؟ فرش اتاق خواب. اتاق خوابه؟ عفوا فرش اتاق پذیرایی. پذیرایی درسته. اتاق پذیرایی. بخاری کجاست؟ خب دوستان بخاری کجاست؟ اتاق خواب. آشپزخانه است. بخاری توی اتاق خواب هم میتونه باشه، توی آشپزخونه هم ممکنه، بله، توی پذیرایی هم ممکنه. درسته؟ کابینت کجاست؟ آشپزخانه. آشپزخانه درسته. یخچال کجاست؟ آشپزخانه درسته. تلفن کجاست؟ تلفن. اتاق پذیرایی. درسته. پذیرایی. آفرین درسته. تلویزیون کجاست؟ اتاق پذیرایی. آفرین. پس کلمه کجا عیناً سؤال است. مکان اشیا. مکان اشیا درسته؟ درسته. خب دكتورة بله بفهمید. إعادة لانفصال النت عندي كونكشن. کلمات رو تکرار کنم مشکل نیست. اختصار. بله ببینید قسمت های مختلف خانه: آشپزخانه، اتاق خواب، اتاق پذیرایی، دستشویی. وسایل آشپزخانه: یخچال، اجاق گاز، مایکروویو. آشپزخانه معنی مطبخ. اوکی. بله. کابینت، ظرفشویی، میز، صندلی، ماشین لباسشویی. اتاق خواب: در اتاق خواب مثلا کولر، بخاری، ساعت، تخت و کمد هست، یعنی وجود دارد، یوجد. در اتاق پذیرایی تلویزیون، تلفن، فرش یا قالی، مبل و پرده وجود داره. در دستشویی خب روشویی، رو یعنی وجه، صورت، فیس، یعنی شستن فیستون دیگه. بله. حوله، آینه و توالت فرنگی، توالت ایرانی و دوش که متعلق به حمام هست. خب درسته. ممنون دکتر. سلامت باشید. و کلمه کجا برای سؤال از مکان اشیا. مثلا یخچال کجاست؟ در آشپزخانه. درسته؟ دکترا بس دستشویی خاله روشی o da nedir? Yani yüzgüyeni diyersiniz? Bakın ruşuyini dedik. Ruşuyu yani o yeçi üzüze yoğusuz. Mıksele? Arapça? Üzüze halda yoğusuz. Üzüvan yerde. Tamam. Ve o birisi yüzgüyeni... Mıksele asit marva. Tamam. Bes yüzgüyeni edirler. Ayna. Biz Türkçe'de ayna diyorlar o yüzden. Bale, Türkiye ayna has. Tamam, sağ ol. Memnun. Müteşekkirim. Türkçe'de ayna mı hikaye kelime?
خانم من يستطيع بله اختلاف عین بین پنجره. اختلاف آینه و پنجره مشخص نیست آقای حسین زاهد. آینه یعنی مرآت. آقای حسین زاهد آقای حسین زاهد ببینید siz Türkçe bilirsiniz. ترکی بلدین؟ نه ترکی بلد نیست. نه خب ترکی بلد نیست نه عربی میگیم. آینه یعنی مرآت. بله. بنتره پنجره یعنی نافذه. خب متشکرم. سلامت باشید. عفوا دكتور ماشين بله معناها ماشين معناها سيارة يعني هنا ماشين لباس شو؟ ماشین یعنی هر چیزی که مکانیکی هست. مکانیکی ببینید بله با برق کار میکنه. چه ماشینه یعنی که شما سوار میشید مثل خودرو مثلا BMW شورلت هر چی حالا خب اتوبوس تمام ماشین. اما اون ماشینایی که شما در آشپزخانه استفاده میکنید نه ماشینه. ماشین ظرفشویی لباسشویی و الی آخر. تمام دکتر ممنون. خب دوستان دیگه سوالی هست؟ اتکم سوال یا تمام شد؟ نه تمام. نه درست تمام. دوستان عزیز دقت کنید میکروفون هاتون رو وقتی من توضیح میدم لطفاً ببندید. ببخشید. خب پیش گفتگو یک دانه توی ترکی هم میگیم بیر دانا یک دانه 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا دانه و تا ممیز هستند. ممیز یعنی به معنای عدد هستند. یک عدد. یک دانه به معنای یک عدد. 2 تا 2 عدد. 3 تا 3 عدد. فقط کلمه یک با دانه استعمال می شود. 2 دانه دیگه نمیگیم در زبان رسمی. خب مثلا خانه شما چند تا اتاق خواب دارد؟ 3 تا. چند کم در زبان عربی. چند تا کم عدد. خانه شما چند تا اتاق خواب دارد؟ 3 تا. آشپزخانه آنها چند تا صندلی دارد؟ 6 تا. راه پله شما چند تا پله دارد؟ 23 تا. شما چند تا مداد دارید؟ 1 دانه. خب آقای علی قنبر خانه شما چند تا تلویزیون دارد؟ 2 تا. خب کجا هستن؟ چه کجا هستی؟ تلویزیون ها کجاست؟ یکی اتاقی پدرناید پذیرایی یک اتاقی خواب. بله 1 تلویزیون در اتاق پذیرایی 1 تلویزیون در اتاق خواب. درسته؟ آقای آتیلا بله. خانه شما چند یخچال دارد؟ 2 یخچال داره. خب کجا؟ یه دونه آشپزخانه. خب یه دونه خوابخانه. اتاق خواب. پس 1 یخچال در آشپزخانه 1 یخچال در اتاق خواب. اعداد خانم رسول اعداد رو میپرسید؟ خب بله دیگه. ببینید گفتیم 1 دانه یعنی 1 عدد. بله یعنی وحدت دیگه. بله 1
خب آقای علیقنبر جواب دادن. آره خوبه. ما میگیم ممیز آقای علیقنبر. ولی خب شما هرچی میگید همون اصطلاح رو بنویسید که دوستان متوجه بشن. خب بریم گفتگو دوستان. طبقه طابق درسته؟ درست. آها درست. خانه شما چند طبقه است؟ گفتیم چند سوال از عدد 2 طبقه مثلا. خب گفتگو رو با هم بشنویم. شما چند سال مداد دارید؟ صفحه 44. گفتگو 1. الف. گفتگوی زیر را بشنوید. خانه شما چند طبقه است؟ 2 طبقه. طبقه بالا چند تا اتاق خواب داره؟ 3 تا. پذیراییتون کجاست؟ پذیرایی طبقه پایینه. پارکینگ هم دارید؟ نه، پارکینگ نداریم. نه پارکینگ نداریم. خب خانومی انتخاب کنیم. آها خانم سحر. بله خانم دکتر شما بخیر. خانم سحر خانه شما چند طبقه است در عراق؟ خانه شما چند طبقه است؟ خانم سحر؟ بله. خب جواب. خانه شما چند طبقه است؟ 2 طبقه. 2 طبقه است. خانه شما در عراق 2 طبقه است. خب 3 طبقه. خب طبقه بالا یعنی طبقه سوم چند اتاق خواب دارد؟ 5 تا. 5 تا؟ بابا باریکلا. خب پذیرایی شما کجاست؟ 2 طبقه پایین است. 2 طبقه پایین است یعنی چی خانم سحر؟ متوجه نشدم. یعنی طبقه پایین است. خب پارکینگ هم دارید؟ 1 دانه. 1 دانه. ماشین هم دارید؟ 1 دانه. یکی هم ماشین دارید. خب خیلی خوبه. متشکرم. خانم ساره. خانم ساره. بله خانم فاطمه. و خانم زهرا. تمام. خانه شما چند طبقه است؟ 2 طبقه. خانم ساره ببینید طبقت خطاست در زبان فارسی. طبقه های غیر است. خب از اول شروع کنید. ابتدایی. تمام. خانه شما چند طبقه است؟ 2 طبقه. طبقه بالا چند اتاق خواب دارید؟ 3 تا. پذیراییتان کجا است؟ 2 پذیرایی طبقه پایین است. آها. پارکینگ هم دارید؟ بله پارکینگ داریم. آفرین. تمام سپاس. خانم زهرا اصغر شما از پارکینگ استفاده می کنید؟ یعنی ماشین دارید؟ بله خانم پارکینگ داریم. خب توی پارکینگ ماشین دارید؟ بله ماشین دارید. ماشینتون مدلش چیه؟ برم خانم نه جدیم یعنی. خب اسمشو بگید. اسم ماشین رو بگید.
ماشين ندم خانم يعني بالمرم. سيارة پارکینگ نمونه سيارة سيارة خانم بالمرم آدم خوشا به حالت. سنتابی حالا یه ماشینی هست دیگه بالاخره هست، خدا رو شکر. سنترا خانم بالمرم سيزا بلدي اساسها مثلا سانتاوا. خب خوبه. مال ما پرایده. سنترا خانم دکتر فاطمه نیسان ده سنترا. آره نیسان. خب خوبه. ما هم ماشینمون پرایده خانم زهرا اصغر. یعنی سایپا ایران خودرو. خب سایپا چرخاناسی نادده آقای علی قنبر. سایپا ایران خودرو ده. بله. اوکی. خب آقای عقیل علی، آقای سجاد طاها. خانه شما چند طبقت است؟ طبقت اشتباهه آقای عقیل علی. Bir seyirci dostlara işgal tuturuq, siz de o işgali tekrar eləmin. طبقت خطا، تلفظ صحیح طبقه. خب از اول آقای عقیل علی بسم الله. بله. خانه شما چند طبقه است؟ طبقه است. خب آقای سجاد، خانه شما چند طبقه است؟ آقای سجاد رفتن خانه بسازن مثل اینکه. خب آقای تیمور جواب بده. بله. خب از اول آقای عقیل علی تکرار. خانه شما چند طبقه است؟ خانه من 2 طبقه. طبقه بلا چند تا اتاق خواب دارید؟ طبقه بالا 3 تا. 3 تا مطمئن آقای تیمور؟ بله مطمئنم 3 تا خواب دارم. بله 3 تا خواب. اوکی. پذیرایی تان کجا است؟ پذیرایی در طبقه پایین است. پارکینگ هم دارید؟ بله پارکینگ دارید. پارکینگ هم داریم. خب آقای تیمور، حیات شما باغچه داره؟ ببخشید دکتر. باغچه؟ آره آقای تیمور، حیات شما باغچه داره؟ حدیقه باغچه. باغچه. باغچه دارید. بله. خب حیات ما باغچه دارد. مثلا ببینید حیات ما باغچه دارد. در باغچه ما درخت گیلاس، درخت عناب، درخت انار و گل‌های زیبا هست وجود داره. بله گل‌های زیبا هست. بله. خب متشکرم آقای عقیل علی. آقای تیمور خوب بود. خیلی ممنون. خب آقای تیمور seni bağçadayasınız da Türkçü'den. Ya ayrı söz Bəli, ya. bağça diyarıq biz. Biz də bağça diyarıq. Mən axı şey etmədim yani. Okey. Sağ olun. Sağ olun. Selamat باشین. Bağça çiçək bağı deyirlər. Hala bağ böyük olur. Məsələn bağça evdə olur da çiçək bağı deyirik. Bağ bizdə yazda olur. Yəni böyük şeylər. Amma küçük yer bağça deyirlər bizdə. Küçük ev bağı bağça olur. Düzdür. خب جملات کثیر الاستخدام. خانه شما کجاست؟ خب آدرس میپرسه دوستان. خانه شما کجاست؟ مثلا در خیابان سعدی کوچه مثلا نیلوفر. خب خانه شما کجاست؟ آدرس خانه. عنوان شما میگید خانه من طبقه بالا طبقه پایین است. خانه استاد کجاست؟ باز هم عنوان، آدرس. خب
طبقه همکف طابق الارضی. طبقه همکف اول، دوم، سوم. خانه شما چه دارد؟ پارکینگ، راهرو یعنی ممر، پذیرایی، اتاق خواب و الی آخر. خب این هم از جملات کثیرالاستخدام. خب دوستان یک مبحث مهم در زبان فارسی. لطفاً 2 دقیقه استراحت کنید. 2 دقیقه. خب 2 دقیقه استراحت کنید، من یه چایی بخورم، گلوم اذیت میشه. با اجازه شما. بله شما هم بفرمایید چای بخورید. آره آقای علی قنبر وقتی بیدیدی چی بیرون تایا فاصله دیالا نوش جان. والله نوش جان نیست، جگاره است. وا چرا؟ سیگار من برم یه چای بیارم بیام. ببخشید 2 دقیقه استراحت. خب أقول شو عددنا اليوم قليل، صاير تقشف بالأعداد. حبيبي استاذ علي العالم كلها عدد زوار وطالعه، تعرف ليش وقت؟ اي هو همزين بلغته، قلت له يا معوده الخميس اخر محاضره بعد. اي والله يا ريت يعني، لان احنا هسه تعرف لا قلت له ما ادري المحاضره اللي فاتت كنت موجود، لا لان انا قبل مده قلت لها ترى احنا اخر 10 ايام ما حد تلقينا. النت عندي مو تمام. انا حاليا بالناصريه وهاي موكب قبالي. كفو صاير معيضر، جاي تطفر من محاضره المحاضره شو اسمه يا محاضره من محاضره من محاضره حسينيه لمحاضره فارسيه. نعم ما تجي والله جاي ويا ربع بسياره صدرت هسه راجع. كفو هسه 11 ونص ارجع للبصره. بالوحده ادخل البصره. شو وزعوا الانواع؟ ها؟ شو وزعوا؟ والله ما ادري طابخين شلاب، ما ايش طابخين النومي. عفو عليك، شنو طابخين شلاب؟ هاي وحده وياي صارت 2 مو واحده. حيا الله استاذ علي، حيا الله السيف، حيا الله انوار، حيا الله ابو حسين العلم. شلونها؟ ابو حسين بس الله يسلمكم. المحاضرات التكليف شو اخبارك؟ تعدوا غيبوني. اتلا مشتاقين اتلا عيوني سيف الورد حبيبي. اتلا موجود بالمحاضره. ايش عجب ايش رجب. استاذ انوار وين؟ لسه متصل بي نقال ما ادري بيه شنو صامت والقبل قاعد تبدلت وطلعت الولد. مشتاقين اتلا. عيون انت نتلا مو اتلا، لا تغلطون باسمي. هو اكيد نتلا. هوينكم اتلا؟ واي ورا اسبوعين يلا تعلموا الاسم شباب. يطلع بس شنو بريك دقيقتين شباب. في السؤال في ذول جواب حبيبي استاذ. بخصوص الفيزا الدراسيه، هم عندكم معلومه عنها جامعه تبريز؟ يعني انتيتها بالبدايه بالنهايه؟ هاي تتواصل ويا مسؤولة خلينا نقول الطلبة الخارجيين، المسؤول هناك والله خوش موضوع المستمسكات والجواز السفر، وراح يقدم لك، بس راح يتأخر 2-3 حسب انت وحظك. تمام. بالنسبة احنا كموظفين يعني الفيزا الدراسية ما تخدمنا. لا تخدمكم. تدري شو وقت على امتحانات الشهر السادس بالعطلة الكبيرة.
حلو يعني ما نسويها بالبدايه مثل ما تقول. انصحك تقدم الفيزا بالشهر الثالث، الشهر الثالث او منتصف الشهر الثاني. عاشتين لك هذا، وانا اتصلت فيك انت وما رديت علي، انا اسالك على هذا السؤال. بس ليش بس تجي بعد رساله حتى من نكمل، لان والله هاي اليومين كلش كنت مشغول. تمام حبو تمام. عزیز کسی منو میبینه که صدای منو میشنوه؟ خوش آمدید. تريد الفيزا عزیزler. آره. خانم رسول yazıp kaçı imtihan başkalar muhasebat yani fakat muhasiplerden olacak. Vallahi bu hiç anlamadım. Hanım Resul çok şikayet ediyor. Bilmem ne mesela. Ne neden? Bilmiyorum. Hanım Resul مشکلی هست؟ بري دكتور ما فهمت شنو؟ قلت عندك مشكلة وين الامتحانات؟ اي عندي. خلينا يا امتحانات. مشكلة شما با امتحان چیه خانم رسول؟ يعني استاذ علي بس ترجم لها اقترح علميا تسوي بس على الواجبات يعني بدون امتحان. مو امتحان ضروري. تقول لي امتحان شفاهی خواهد بود. ببینید دوستان آقای الامتحان شفاهی راح يكون مو قلم وورقة ست رسل. آقای علی قنبر بس يعني مجرد اقتراح. بالله خانم رسول اجازه بدید تسمحنی. شكرا. Ağay Ali Qambar, dostlara deyin ki, təşriflərçi, vaciblərçi göndərirlər. 20 nömrə imtahanın kolluyundur, 5 nömrəsi vacibatındır. Xoş? Yəni hamını gərək yazıb göndərə. Hər kəs yazmasa imtahanı 15-dən hesab olacaq. Tamam. Señores y señoras, هاي الواجب الامتحان النهائي يا امتحان نهائي بس دقيقة. خب آقای علی قنبر دیروز من دیگنره bir dakika دكتور. آقای علی قنبر سان اختصاصي الامتحان النهائي الشفهي الأخير هو من 20 ال15 بيهن للامتحان اللي انت راح تجاوبها شفهيا. اما البقيه الخمس درجات فراح تنطيها للمشاركات اليوميه زائدا الواجبات اللي تحلوها لها. آفرین. باریکه. خب خانم رسول مشکل حل شد؟ اوکی ممنون دکتر فاطمه. خانم رسول شما همیشه می نویسید، پس 5 نمره شما از الان حل دیگه. دوستانی که واجباتشون رو میفرستن 5 نمرهشون رو گرفتن از الان خوشبختانه. دكتورة sen gerekli ki 20'den 40 koyasan vallahi. Aha size بله 80 بدهید. خب آقای علی قنبر yok manzuru o değil. Bakın bu çinosona görədir ki onlar ki başarmırlar örgəşsinlər. Onlar ki başarırlar da yap-yaxçı örgəşsinlər. Bəli. Mən anlarım. Bəli. Ayrı. Yəni gəlin qalmayın. Siz də görürük da başarısınız. Bəli xop hər az gahi İnşallah səsinizi də danışın göndərin ki başaranlardan o başarmayanlar baxsın örgəşsin. Tamam bas Hüseyin de Seccat Hüseyin Gani'di bunlara her birine 10 verginen 10 Q verginen. Arı دیگه onlar şirket eləməsə də nömrələrini azadacağım. Çünki mən Ali 10.5 versin. Kilasımızın kanunu budur. Ay Ali Qanbər. Tamam. Bunlara fazla vermiyorsun doktor. Yox da verməyəcəm də baxacağım gör. Mən elə imtahan başı açıram, baxıram görüm kimlər mürəttəb gəliblər də kilasından qabağa. Gəlməyənlər də özlərinə zərər edir. Tamam doktor. خیلی ممنون. سلامت باشید. ممنون دکتر شکر. متشکرم. دکتر فاطمه رسول 11 verginen. رسولا 20 vereceğim. بیه رسول. آره به خانم رسول 20 میدم. خوبه خانم رسول؟ خب خانم رسول، خانم دالیا، خانم سحر بله دکتر. بله اینها همه تلاش میکنن، خیلی خوب مینویسن، هر بار تکالیفشون رو میفرستن و دیگر کسانی که اسمشون رو نگفتم
ولی میفرستن از آقایون، مثلا آقای سجاد، نمیدونم آقای احمد عباس و دیگر دوستان. Kızlara hapsine 10 kişi ver, oğlanlara hapsine 20 verginler. Bizler mazlumuz. Mazlumsuz. O da imtihanda bellidir. Ya onlara hapsine 10 kişi verginen daha iyiydi. آره خانم سحر نگران نباش. دکتر مظلومی وارد حبسımıza zulüm etti. Sen de zulüm etmeyeydin. حالا این کیا تو این کلاس فمینیستن؟ هیچکی؟ بگذاریم بریم سراغ نشانه اضافه. 3 شکل داره، 3 شکل. یعنی کسره، یه و کسره، یه بزرگ، یای بزرگ و یای کوچک که بالای های غیر ملفوظ میاد. یای کوچک ببینید، یای بزرگ، یای کوچک بالای های غیر ملحوظ. خب الان چطور استفاده میکنیم؟ نشانه اضافه نستخدم بین کلمتین، 2 کلمه، مضاف، مضافون الیه یعنی اسم و اسم، مثل کتاب حسین، کتاب حسین، نقرأ کتاب حسین، کتاب حسین، ملکیه میره، ملکیه، کتاب حسین، کتابی که مال حسین است. دیوار بلند، دیوار بلند. خب کتاب مختوم به صامت، کتاب، فقط کسره اضافه می شود. دیوار مختوم به صامت، فقط کسره. اما در کلمات مختوم به مصوت آ، او، مثلا بنا، جوان، می نویسیم بنای جوان، بنای جوان. دانشجو، او، مختوم به او. مهربان، دانشجوی مهربان، دانشجوی مهربان. اما کلمات مختوم به های غیر ملفوظ، خانه، مدرسه، 2 شکل دارد. خانه بزرگ، خانه بزرگ، هر دو صحیح، هر دو یعنی کلاهما، هر دو صحیح. مدرسه حسن، مدرسه حسن. خب آقای علی قنبر اینقدر مکالمه نکنید. خانم رسول کوتاه بیان. با خانم دکتر من هستم. ساری دکتر. خب درس رو گوش کنید دوستان، درس رو گوش کنید. خب آقای دیدler doktora bizden destire. بله yazmışsınız راح انتهى. چرا؟ لماذا؟ Ahir dediler doktora nestir bizden, dedim doktoraya dedim hapsine 11-12 verginen, doktora dedi tamam gözümden işte galat tercüme ederim bilmirler. okey. Ha. دکتر فاطمه من çağırdım eşitmedim affedersin. آقای محمد حسن siz جریانda değilsiniz. خب ya biraz meşguldüm vallahi dövmedim indi geldim. نه آقای علی قنبر آقaları mazlum xitab elədilər, deyirlər biz onlara 20 verək imtahanda. Xanımlara 12 verək.
ولی که های آخر Mentabızda idalət belgeler olacak inşallah. Neçədən xanım Fatma? 20'den olacak koldan hamlayınca. Aha, biz 20 alsaq yaxşı olar. Bəli. Sağ olasın. Müşküle Resul'ün başındaydık. Suç hapsi Resul'ündü vallahi. ايش بيه استاذ علي رسل؟ Başet مو genel ya şüpheç besin terör tutmuş Resul. nakonید آقای علیقنبه. اي بس ثاني يعني. خانم رسل مواظب خودت باش. خب بریم سراغ گفتگو دوستان. یا وا خط می شود بنای جوان. دانشجو به علاوه مهربان می شود دانشجوی مهربان. اگر اسم از ه استفاده می شود مثل خانه به علاوه بزرگ می شود خانه بزرگ. مدرسه به علاوه حسن می شود مدرسه حسن. الان گفتگو صفحه 45 گفتگو 2 الف گفتگوی زیر را بشنوید. چند تا تلویزیون و یخچال توی خونه داری؟ من 2 تا تلویزیون و یه یخچال دارم. یه تلویزیون بزرگ توی پذیرایی، یه تلویزیون کوچیک هم توی اتاقم. شما چطور؟ منم یه یخچال بزرگ و 3 تا تلویزیون دارم. 3 تا تلویزیون؟ آره، یه تلویزیون بزرگ توی پذیرایی، یه تلویزیون کوچیک توی اتاقم و یه تلویزیون کوچیک هم طبقه بالا. خب خانم دالیا بله دکتر لطفاً به متن نگاه کن. خب انظر الى النص. نعم انواع اضافه رو اینجا تشخیص بده. انواع اضافه، ببینید ترکیبات اضافی که یاد گرفتید اینجا تشخیص بدید. خب توی خانه، درسته؟ توی خانه. خب دیگه ترکیب اضافی تلویزیون بزرگ، درسته؟ درسته تلویزیون بزرگ. خب دیگه توی پذیرایی. خب خانم دالیا بگو. نعم بله دکتر. توی پذیرایی. خب تلویزیون کوچک، درسته؟ تلویزیون کوچک. توی اتاق، تو یعنی در داخل، توی اتاق. خب دیگه یخچال بزرگ، درسته؟ درسته تلویزیون بزرگ توی پذیرایی، تلویزیون کوچک، طبقه بالا. ببینید طبقه بالا. خب این شد انواع اضافه، درسته؟ خب بعضی از این ترکیبات ترکیب اضافی هستن، اسم به اضافه اسم. خب مثل توی خانه، توی اتاق. اما بعضی ترکیبات وصفی هستن، مثل تلویزیون بزرگ، تلویزیون کوچک، طبقه بالا، طبقه پایین. يعني هذا وصف العفو، وصف التلفزيون كذا. نعم تلفزيون كوتك، تلفزيون بزرگ. نعم نستخدم اسم به اضافه صفت. نعم بله. اینجا ترکیبات اضافی. خب الان صحبت میکنیم خانم دالیا. خب دالیا جان، چند تا تلویزیون و یخچال توی خونه داری؟ من يعني استخدم نفس النص العفو دكتورة، نفسه لو اغير به العفو؟ في شأنكم. جاي تسألك يعني ايش كم تلفزيون عندكم؟ ايه اعرف، يعني اني استخدم نفس النص الموجود. لا حسب اللي انت تعرفيها، مو الا نعم نفس النص. حسب خودتون، نفس متن نه.
تمام خود متن. تمام من سيتا التلفزيوني وياك يخجل دارم يك تلفزيون بزرگ توي بداري يك تلفزيون بروجكت توي أتاكم ما عرفت هاي شنو معناها آخر شيء توي أتاكم شما چطور یعنی و انته؟ لا مو شما چطور القبل غرفة نوم توي أتاكم غرفة نوم لا داخل توي معمولا غرفة النوم معمولا نعم تمام شما چطور هسه انت تسأليني من یک تلویزیون دارم در اتاق پذیرایی و یک یخچال در آشپزخانه. تمام ستا تلویزیون نه دیگه 3 تا تلویزیون ندارم، میگم من یه یخچال دارم یه تلویزیون. خب مکانشون که گفتم من یه یخچال در آشپزخانه دارم یک تلویزیون در پذیرایی. مکالمه تمام شد. درسته؟ خیلی خوب بود دالیا جان. ممنون متشکرم. آقای عمار و خانم نورا. آقای عمار. نعم. خانم نورا. بله başlayayım من؟ بله شما شروع کنید، مشکلی نیست. چند تا تلویزیون و پخچال تو خانه داره؟ خب جواب آقای عمار. آقای عمار ما گفته به سوال. خب آقای محمد مهدی شما بگید جواب. من 2 تا تلویزیون و یک دارم، یک تلویزیون. کامل بخوانید آقای محمد مهدی. من 2 تا تلویزیون و یک بیخال دارم. یک تلویزیون یخچال. خب یک تلویزیون بزرگ توی بدرای، یک تلویزیون کوچک هم توی اتاقم. شما چطور؟ خب شما چطور؟ خانم نورا. من هم 2 یخچال بزرگ و 3 تلویزیون دارم. با یک موضوع 3 تا تلویزیون. 3 تا تلویزیون با تعجب تو پرسید آقای محمد مهدی. آره یک تلویزیون بزرگ تو پدرایه، یک تلویزیون کوچیک تو اتاقم و یک تلویزیون کوچیک هم طبقه بالا. خوب بود خانم نورا. خب آقای محمد عماد شما هنوز تازه اومدین، تسجیل رو هم میپرسید درسته؟ حضور غیاب. خب دوستانی که دیر میان دیگه نیان دیگه. باید چی میان؟ بیشتر کلاس رفته، تموم شده. لطفا سر وقت در کلاس حاضر بشید. و حواسم هست که کیا از اول کلاس هستن. خب دوستان عزیز، زیر، رو، پشت، جلو، بیرون، تو یا در یا داخل، کنار، بین یا وسط. خب زیر جعبه، زیر یعنی تحت، روی جعبه، رو یعنی علا، اینطوریه دیگه درسته؟ پشت یعنی خلف، جلو یعنی امام، درسته خانم رسول؟ درسته.
بیرون داخل کلمات مخالف هستن. بیرون داخل، پشت جلو، زیر رو، کنار یعنی جنب و بین دو تا جعبه. بین هم که دیگه عربیه دیگه. خانم دکترا کناردن بیرون او جنبت او دیدم که Merve hardadır? Dille evin eşiğindedir. Çıkıp söyle. Gidip eşiğe. Birun rafte. Birun. Yani yazdadır? Çıkıp eşiğe. Biz bizir diyarıq. Yani birunla kenar aynendir? Eyni der yok. Kenar yani yanındadır. Tamam. Mesela yaptan orada deyirsən ki maşın libas suyun yanında. بیرون 11 خارج مثلا بدك شيء خارج العلبة. بله خارج. درسته. خب متشکرم. آقای سلامت باشید. آقای علی قنبر من دیدیم ما sizdə yazarlar kimi deyirsiniz çöldə. Bilmirdim siz yazdınız. Yazda diyarıq. خب حسد. ممنون. آقای علی قنبر رو حساس yerlerde tercüme edirlər. خب خواهش میکنم دکتر. خب میدید. خب مداد تراش کجاست؟ مداد تراش کنار جامدادی است. خب خانم ساره خودکار کجاست؟ خودکار کجاست خانم ساره؟ خانم ساره خب علوزی نگفتم. خب خانم مروه خودکار کجاست؟ کجا هست؟ شیده دکترا روی میز میز کناری جامدادی است. آفرین. خودکار روی میز کنار جامدادی است. احسنت. خب آقای احمد عباس بله دکتر. کجاست؟ پاکن ممحا احمد عباس جان. احمد عباس اولی. خب بگو آقای احمد عباس پاکن کجاست؟ کتاب روی میز است. نه پاکن کجاست؟ کتاب نه. کتاب ها روی مساحات. میگم ممحات. پاکن کجاست؟ حلقه از در کتاب üzerindedir. روی کتاب. روی کتاب جامدادی است. ممحاتın آیا تلفظ kitabına fərqləmir? Heç sualı düz mütəvəccüh olmurlar. خب بگذاریم. آقای حسین زاهد. بله خانم. کاغذ ها کجاست؟ چیه؟ کاغذ ورق کجاست؟ روی میز. روی میز جلوی مدادها. روی مدادها. اند تمام دیگه آقای حسین زاهد. زیر ماجیک. زیر نمیخواد بگید. نه زیر ماژیک نیست. جلوی ماژیک ها. امام جلو. آفرین. امام. آقای احمد سلمان. آقای احمد سلمان ماشاءالله نهار جواب برم بود. بگذاریم. آقای محمد حسن. بله. خب آقای محمد حسن مدادها کجاست؟ یه دقیقه
خلق دکتر بده که من یازدارم اینجا بگم پشت روی میز پشت کاغذ ها. درسته بله. آفرین، روی میز پشت کاغذ ها. خب کتاب ها کجاست؟ بین کاغذ ها عکس چخ میلیام ده. بله؟ Bu عکس چخ میلیام ده. Resim yoktu. Yok. آقای محمد حسن جرای onda PDF'i WhatsApp'tan bakarsınız. Şermende. Resmin atıp WhatsApp'ta var. Bilirim Mustafa yazdaydım biraz meşgul bugün bakmadım. Boş ver. 20 alıpsan sen. Var. Ben düz değiller. Boş ver. توجه کنید. خب آقای محمد حسن و دیگر دوستان 2 دقیقه فرصت دارید سریع متن رو بخونید. همه خودشون بخونن. خب بخوانید بعد هم reading comprehension انشاءالله. 11 ver özne. خب حالا bir نفر dindi yazı ses get oldu. خب بله get oldu. İçi dergez götürdü ha biraz. Hanım Fatima kusura bakma adıma seslendi. Uşak yığılırdı Seleş'e bilmedim. Aha bir şey yok hanım. Kusura bakma yine. Ne xahiş ederim. Yok aslan özür değil. Selamet olun. Utandım açım onun için. Kusura bakma. Bəli, məmulan xanımlar uşaqlarla məşğul olurlar bizim üçün. Bəli. Müşkülü də yoxdur. Mənim elə kilasım, hamısı xanımdırlar. Mücərrətlıq daha iyidir. Bilmirlər. Ne edəğim bilmədik. Bilsəydik əvvəldən oxurduq. Ay Ali Qəmbər, inşallah uşaqlar dövrüzdə dolanar cənəl bu vaxt. Allah etməsin. Allah eləməsin. Allah etsin valla. Bəlkə vıcığı olsan sən də. Mücərrətlik daha yaxşıdır. Ali Qəmbər, ağzımı açma. Yaxşıdır amma nə həmişəliqadır, ağay Ali Qəmbər. Adam bir zaman baxar dövrünü görər boşdur. Biləm, dur, doktora, bu mənim dayızam oğlu zərimə qəlb edib. Hüseyin, nə deyək, belə etsən mənə? Qoy dərs bitsin, qoy, vazgeç. Peşman oldular, dinlənmirlər. خب دوستان متن مطالعه فرمودید بریم سوال ها. تمام و اما بعد Hüseyin'in sualı var idi doktor Hüseyin Gani'nin. Yok hanım benim sualım yok. خب من سوال soruşurum. اوکی علی وارد دادی من. علی اهل لبنانه دوستان؟ بله. مطمئن؟ یا اهل ترکیه علی. خب همه جواب بدن. علی اهل ترکیه بود. چند سال داشت؟ 23 سال. 23 پس سال. جمله نادرسته. خب باغچه علی گلهای قرمز و زرد داره؟ من چاقل دسته. باغچه علی گلهای قرمز و زرد داره؟ درسته. بله آقای حسین زاهد درسته. اتاق خوابهای علی خیلی بزرگه؟ درسته. Yok dürüst değil. درست نیست نیست. نه درسته. نه درسته. نه درسته. نه بزرگ ندرسته. در حیات خانه علی باغچه، حوض، پارکینگ و استخر وجود ندارد؟ در بخا حوض نه. yukarı anda bas baka havuzuna yazılıp. Bakın fe'l cümleye dikkat edin.
درسته خانم نه درسته. در حیات خانه دارد. دارد چون وجود دارد. سقف وجود دارد. درست. آفرین. باغچه کنار پارکینگ و دستشویی هست؟ بله درسته. علی صبحها در حیات درس میخواند؟ نه درست. نه درست. نه عصرها درس میخواند نه صبحها. تمام. دوستان عزیز خانه خود را در چند جمله توصیف کنید. من توصیفه edem. Siz de soru zapt gönderin. اوکی؟ اوکی. من فاطمه هستم. اهل تبریزم. در یک خانه 3 طبقه زندگی می کنم. خانه ما در طبقه دوم است. در خانه ما 1 آشپزخانه، 2 اتاق خواب، 1 سرویس بهداشتی یعنی حمام و دستشویی و 1 حیاط و 1 باغچه وجود دارد. در آشپزخانه ما یخچال، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، کابینت و ظرفشویی وجود دارد. در اتاق پذیرایی ما 1 تلویزیون LG، از 1 تلویزیون بزرگ، 2 دست مبل، 1 فرش و 1 گلدان مظهری گلدان وجود دارد. در اتاق خواب 1 کمد لباس، 1 میز و آینه و 1 کامپیوتر وجود دارد. در حیات ما 1 باغچه و 1 پارکینگ وجود دارد و الی آخر. خب پس دوستان قسمت‌های مختلف خانه به اضافه وسایل هر قسمت تمام؟ Yani bu teklif ki doktora? Bunu hepsi safhada vardı. Onun için deyirəm ya əvvəl yazasız sonra danışasız. Baxın burada yazıbdı. Tamam. Bunu əvvəl yazacaqsınız sonra danışasız. خب من با صفحه پس دوستان. خب چون وقت وارده استرام جمله با هم yazaq. موافق هستید؟ خب تکلیف اول مال خودتون شما بنویسید انشاءالله. تکلیف بریم جمله سازی. آقای یوسف Açılasa Yusuf ayıyor. خب خانم دالیا. نعم بله. جعبه. تمام. جمله بگید لطفا. سی آشپزخانه تو چه دارد؟ راح يكون الجواب يخچال و مايكروويف دارد. خب ببینید خانم دالیا. نعم من يخچال من كلمة زير الجعبة. الإجابة راح تكون من يخچال مايكروويف. يعني هو غير نعددها انه شنو هي شنو عكس او استخدم هاي الكلمة زير جعبة حطيها بجملة الكلمة في جملة كاملة.
مثلا يعني مداد زیر جعبه است. مداد زیر جعبه است. بله مداد زیر جعبه است. آفرین مداد زیر جعبه است. خب آقای عقیل علی چند تا؟ يعني يعني از علی آقای عقیل چند تا بچه داره؟ درسته؟ يعني استاذ علي جاي تسالني ايش قد؟ يا مثلا هذا تربطها بالجمله مفيده، خلينا نقول زي مثل علامه سؤال. مثلا غرفتك ايش كم؟ البيت مالك ايش كم غرفة بيها؟ آقای عقیل علی از اول کلاس این همه جمله خوندیم چند تا درسته؟ سه اتاق یک صندلی یک میز. لا استاذ تقول لك سوي لي جملة سوي لي كم عدد فتشي. آقای عقیل علی جنتا مثلا ميز وصندلي داري، يعني مثلا چند أتخب يعني كم عدد الغرف. رسم جهة خانم چند تا خودکارها. نه خیر خودکارها اشتباهه. جنتا تلفزیون داری مثلا. خب ببینید دوستان یه لحظه خانم مروه چند تا خودکارها اشتباه هست. معدود همیشه مفرد است. چند تا خودکار؟ خانم خانم چند طبقه داره درسته؟ چند طبقه داره. بله اینم میشه. چند طبقه داره؟ خانه ات چند تا طبقه دارد؟ جواب 2 طبقه داره. 2 تا طبقه داره. بله خانم خانه ات اور خانه تو چند تا طبقه دارید؟ خانه ات یا خانه تو چه فرقی میکنه؟ خانه تو ضمیر منفصل، تو ات ضمیر متصل. اختلاف نیست؟ لا نه ببخشید شما فارسی صحبت نکردید، من دارم عربی صحبت میکنم. بگذاریم نه فرقی نداره. خب ببینید آقای عقیل علی خانه ات چند تا طبقه دارد؟ مثلا میگم خواهرت چند تا سیب دارد؟ مثلا میگی 3 تا سیب. درسته؟ چند سوال از عدد. چند تا 3 تا؟ چند تا 2 تا؟ تمام. خب انشاءالله که تمام است. خانم زهرا آشپزخانه. خانم آشپزخانه انها چند تا صندلی؟ آفرین. آشپزخانه آنها چند تا صندلی دارد؟ خب چند تا صندلی دارد؟ جواب 6 تا. آفرین 6 تا. کاملا درسته. یا مثلا میگم آشپزخانه من خیلی زیباست. درسته؟ جمله توصیفی آشپزخانه من خیلی زیباست. خب البته من که آشپزخانه ندارم، آشپزخانه مادرم خیلی زیباست. خب خانم زیباست یعنی چیه؟ یعنی جمیل زیبا. خب بله. خب آقای حسین غنی وجود دارد؟ آقای حسین غنی. بله خانم.
خب. وجود دارد. جمله بگیم. خانم آقای غنی جمله. متاسفانه صدا قطع و وصل. ببینید دوستان، آره، ما الفرق بین دارد و وجود دارد. دوستان توجه کنم، ما الفرق بین دارد و وجود دارد. خب در آشپز خانه ما یک وجود دارد. یخچال، بله، مثلا سفید وجود دارد. کلمه در یعنی فی نستعمل وجود دارد. کلمه در نستخدم وجود دارد. اما آشپز خانه ما یک یخچال سفید دارد. بله، آشپزخانه ما یک یخچال سفید دارد. پس اگر دارد، هست ها استیو هست. آشپزخانه ما یک یخچال سفید دارد. این فرق بین دارد و وجود دارد. دوستان سوالی هست یا متوجه شدید؟ سوال نیست. سوالی نیست. متشکرم. یا ببخشید دکتر، فرمایید. صدا قطع شد. دوستان اگر سوالی هست بفرمایید. من اشتمادم. Yok دکتر ادیل تمام. خب آقای رفعت، خانه بزرگ. آقای رفعت، خب عزیزم ماشاءالله هیچ شیشت الامرا. Ağay Hüseyin Zahid bunu da siz... Onu içidirəm sənə, oğlanlara hapsına girmə o erginən. Bəlim xanım. حتما. خب آقای حسین زاهد، خانه بزرگ. خانه بزرگ. خیلی زیباست. درسته؟ خانه بزرگ من مثلا بله خیلی زیباست. یا مثلا عموی من یک خانه بزرگ دارد. درسته؟ عموی من یک خانه بزرگ دارد. دکتر oğlu şeyde ben یک خانه بزرگ دارم. بله من یک خانه بزرگ دارم. حالا یا عموم var یا منم. بله olur. درسته؟ من یک خانه بزرگ دارم. بله. سلامت باشین. Azizler baxmayın, mən cümlə yazdım. İnşallah sizlər də cümlə yazarsınız. Taza cümlələr inşallah. اگه سوالی هست بفرمایید، اگر نه که خداحافظی کنیم. سوالی هست؟ ممنون خانم دکتر. نیست